ایوا ببخشید، خاک عالم سایت غیر اخلاقی اومد، الان درستش میکنم. خب خدا رو شکر سایت غیر اخلاقی نبود، آبجی شهاب بود. دیدی که جفتشون قلب پشتیشون بزرگ بود. خب آقای احمدی بریم سر اصل مطلب. برای شیر پسرمون اومدیم خواستگاری دختر خانومتون. چی گفتی؟ شیر پسر؟ خاله شهابو میگی؟ با شورتک و جوراب کالج اومدین خواستگاری؟ حق داری. فقط مردا روز خواستگاری شورتک میپوشن. بله من دخترم قلب گنده‌ای داره، پاک. ترکیب 2 قلب گنده چی میشه؟ ایشالله خوشبختیتون. حمیده جان این صورت بگو ببینم از چیه پسرمو خوشت اومده؟ از مردونگی، مردونگی؟ فکر نکنم. از جنمش، از تصویر بابات گویای همه چیز هست. لوچه‌شو کج کرد. ما انقدر لوچه‌مونو کج نکردیم از تعجب، ولی اون کرد. ابهتش. خب دخترم شرطی که نداری برای ازدواج؟ نه بابا دیگه چه شرطی؟ شرطش فقط قلب بزرگ بوده که اونم خاله شهاب داره. قلب بزرگ با قلب بزرگ، مثبت در مثبت. نه پدر جان، فول آپشنه. پس هر سومات برن تو اتاق صحبتاشونو بکنن دیگه. خاله شهاب مواظب باش، بعد جور دستتو کشید برد تو اتاق. از تو